کبرا فقط 18 ساله بود، اما آینده اش را با یک بله فروخت. ازدواج با مردی 55 ساله برای نجات خانواده فقیرش، نه از سر عشق، از سر اجبار. مادر شوهر دشمن هر روزه اش شد، خشونت، تحقیر، زورگویی. 5 آبان 1379 یک مشاجره معمولی به خون کشیده شد. کبرا نفهمید چه شد که چاقو در دست گرفت. قتل در حالت جنون، اما دادگاه به داستان زنی که خود قربانی بود اهمیتی نداد. همه فرزندان مقتول جز همسر دخترک رضایت دادند. 13 سال در زندان ماند چون شوهرش حاضر نبود از خون مادر خود بگذرد. 19 خرداد 1392 با وثیقه 200 میلیونی آزاد شد و از 4750 روز زندان. کبرا تنها نیست، هنوز زنان زیادی درگیر فقر و خشونت هستند و ممکن است هر لحظه به جنون برسند.